سلام، من یاسرم و اینجا کانال یوتیوب یاسر خسروه. ما اینجا محصولاتی معرفی میکنیم که کمتر دیده شدن. یه دفتر کاغذی دیجیتال، اینو میخوام بهتون معرفی کنم. تیزرش رو احتمالاً تو پیج یاسر خسرو در اینستا دیدید. اینجا میخوام مفصل‌تر ابعاد مختلفش رو با هم بررسی کنیم، نقاط قوت و ضعفش و نحوه نصب کردن و ستاب کردنش رو با هم بررسی کنیم. بریم ببینیم. نیو سینک پن، یه جعبه مشکی هارد باکس. دو تا دفترچه راهنما برای قطعات داخلش. یه دفتر داره از جنب چرم مصنوعی با یه آهنربا. جای کارت و وسایل و کاغذ و 160 برگ و یه QR کد. برگاهاش هم قاعدتا جدا میشه. میریم سراغ بعدی. یه دونه از این تبلت های LCD داره، از اینایی که شاید تو بازار هم دیده باشید. ساده است، تک رنگه و میشود روش با یک رنگ سبزی مینویسه. روشنش میکنم با یه چیز نوک‌تیز، به شرطی که خراش نده میشه روش نوشت. حالا من با ناخن روش مینویسم. ببینید اینجوری میشود روش نوشت و این دکمه رو وقتی میزنم نوشته ها پاک میشه. این دکمه هایی که اینجا دارید میبینید شبیه همین دکمه هایی هست که توی پایین صفحه هست. اینا دقیقاً عین همه. بذارم کنار هم ببینید. پس این دکمه هایی که رو کاغذ چاپ شده و این دکمه هایی که روی این تبلت هست، اینا کارکردهای یکسان داره. بهش میرسیم. تبلت میریم سراغ قلم. مثلا اصل تکنولوژی این محصول این قلمه. اسمارت پن یا سینک پن قلمیه که مثلا کل اتفاقات حول این داره رقم میخوره. چی داریم اینجا؟ یه دونه قلم دیجیتال داریم، یه دونه سیم شارژر داریم، یه دونه گیره داریم که باید قلم ها رو بتونی باش ورداری و بذاری و یه سری سری قلم. توضیح میدم. قلم دیجیتال که میبینید یک قلمیه که سرش که جدا باز میکنیم مغزی این در میاد به این صورت و این مغزی درش جوهر مغناطیسی هست و دوباره دا میره و از این مغزی ها یدک داد. انتهای این چند تا چیز وجود داره. این درپوش لاستیکی رو که برداریم محل شارژ این دستگاه شارژر اندروید. یه لامپ آبی کوچولو داره که وقتی در باز باشه روشن میشه. الان این در اینجاست. در رو که ببندم این لامپ آبی خاموش میشه. یعنی خاموش روشن شدنش با باز و بسته شدن درشه. یه کدی رو انتهای قلم نوشته شده، کد مخصوص اینه. این اسم این قلمه که وقتی میخوایم با بلوتوث گوشی رو متصل کنیم این اسم باید توی گوشی دیده بشه. خب یه کابل شارژ داره برای شارژ کردن این قلم که نشونتون دادم. میمونه سری ها. 3 تا سری داره. این سری ها جوهرهای یدک همون رنگ مشکیه که برای خود قلم هست که اگه جوهرش تمام شد میتونیم از اینا استفاده کنیم. جوهر یدکه. پس 3 تا یدک داریم. 3 تا سری پلاستیکی داریم برای اینکه وقتی میخوایم رو اون تبلت بنویسیم از اینا باید استفاده کنیم. یعنی چه جوری؟ اینجوری. این سری رو در میارم به راحتی و یه دونه از این سریای پلاستیکی میذارم. حالا با این روی صفحه می نویسم. خیلی راحت‌تر و شفافتر و شارپ‌تر می نویسه. اینجا می نویسیم چی؟ یاسر خسرو. و با این هم گفتیم پاک میکنیم. داستان چیه؟ داستان اینه که وقتی شما توی این دفتر می نویسی هر چی یادداشت میکنی توی گوشیتون هم نوشته میشه. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم باید اپلیکیشن اختصاصی خودش رو نصب کنیم. آخرین صفحه یک QR کد هست. این رو با گوشی اسکن میکنیم. وقتی که اسکن کردیم میره در وبسایتی که حالا اینجا میتونیم اپلیکیشنش رو دانلود کنیم و میزنیم دانلود میکنیم و نصب میکنیم و الی آخر. اپلیکیشنش نصب شد. اسمش نیو یس نوته. میزنم توش و میرم.
سه تا گزینه داره برای اینکه بتونیم به عکس هایی رو اسکن کنیم و به اون داکیومنت و سند داشته باشیم، برنامه‌ریزی و تقویم داشته باشیم و بتونیم با قلم تو دفترچه بنویسیم و به گوشیمون منتقل بشه. ما الان می‌خوایم با این کار کنیم. یه نکته، این قلم به روش بلوتوث وصل میشه به گوشی. اول باید قلم به گوشی شناسونده بشه تا توی اپلیکیشن کار کنه. باید بلوتوث رو روشن کنم، باید لوکیشن رو هم روشن کنم. این دوتا باید روشن بشن تا قلم شما شناسایی بشه. اپلیکیشنش برای کار کردن فیلتر شکن میخواست. پس فیلتر شکنتون هم باید روشن کنید. دست رو بلوتوث میذارم تا بتونم این گوشی رو پیدا بکنم. این کدی که اینجا نوشته شده اسم بلوتوث این قلمه. در قلم رو باز میکنم که روشن بشه و حالا میام در گوشی دوباره جستجو میکنم ببینم اینو پیدا میکنه یا نه. اینو ببینید AirY C 3 D فلان 0 10 39 10 39 آخر همین این بود. پس الان اینه. پس این رو انتخاب میکنم و در حال اتصال هست به قلم. یه خورده زمان میگیره ولی میشناستش. بعد از اینکه این به این متصل شد میرم توی اپلیکیشن، اونجا یه کار دیگه هم باید بکنم. اگه دفعه اولی باشه که وارد اپلیکیشنش میخواید بشید، از شما یه صحت سنجی میخواد، یعنی یه ثبت نام باید بکنید تو اپلیکیشنش. از شما با کمک ایمیل یا یه سری روش‌های دیگه، من ایمیل دادم، به ایمیل من یک کد اومد، توی اسپم ها بر من رفت. یه وقتی علیرغم اینکه در قلم بازه ولی درست کار نمیکنه، یعنی یه ضرب در اینجا میزنه به معنای اینکه قلم رو نمیشناسه. برای اینکه این اتفاق حل بشه روی این میزنیم و یک صفحه باز میشه. توی این باید یه بار تایید کنیم، دکمه next رو میزنیم. خب الان شناخت، این همون کد معروف ماست و وقتی کانکت رو میزنیم قلم متصل میشه. خب الان همه چی متصله و من میخوام که یه دونه سند جدید، یه یادداشت جدید ایجاد بکنم. توی این صفحه پایین گفتم که نوتبوک برای دفتره و این LCD برای اون LCD هست که باز در موردش گفتگو میکنیم. پس میام روی اینجا یه سند جدید ایجاد میکنم، روش میزنم، اسم براش انتخاب میکنم، میذارم یاسر خسرو 1 و اینجا دکمه فینیش. یه سند ایجاد شد. خب توی این یه سری امکانات داره، قلم، ماژیک، پاکن، نوع خطهای دفتر و الی آخر. قلم روش میتونی نگه داری، رنگ‌های متفاوت و ضخامت‌های متفاوت. ماژیک. خب یه میکروفون هم اینجا هست که کار ضبط کردن انجام میده. اینجا پایین مثلا من صفحه رو باز میکنم، میام صفحه 21 شروع میکنم به نوشتن. ببینید صفحه 21 من این بالا سلام یاسر خسرو، صفحه 21. خب قلمم ضخیمه، میخوام نازکش کنم، میام این پایین‌تر، قلم خط نازکتر، خط کلفتر داریم. رنگ قلم رو میتونم عوض کنم، قرمز، سبز، آبی. مثلا با رنگ سبز میخوام با قلم نازکتر بنویسم قلم سبز رنگ نازک. حالا گفتم این رکورد میکنه، یعنی چی؟ یعنی میتونم بیام اینجا همه اتفاقایی که دارم اینجا رقم میزنم و کارهایی که انجام میدم و ضبط کنم به صورت ویدئو. این دکمه رو میزنم، این شکل یعنی داره ضبط میکنه. از این بعد من هرچی بکشم اینجا با رنگ سبز دایره میکشم، رنگ قرمز یه مستطیل اینجوری، با بلک با خط نازکتر مینویسم یاسر خسرو دفتر دیجیتال. حالا بستگی به همه کارهایی که میکنه، میام همین دکمه استوپ پایین هست اینجا، روی این استوپ میزنم. وقتی استوپ میزنم این حالت عادی میشه. یه بار میزنم این داره ضبط میکنه، الان رکورده و این استوپ میکنه. حالا این کاری که من کردم فیلمشو کجا میذاره؟ میام تو اینجا، تو این سه خطی بالا و تو منوهاش اینجا میگه که رکوردینگ، این پلی میکنم، هم صدام رو ضبط کرده هم ویدئوشو. ببین پس این ویدئو رو میتونم اینجا هم ببینم.
خب اتفاق خیلی خیلی ویژه‌ای که وجود داره اینه که من الان هر کاری که دارم اینجا میکنم تو صفحه 21. اگر من برم تو صفحه 20 یعنی صفحه قبلیش یه چیزی بنویسم، اینجا بنویسم صفحه 20، گوشی اتوماتیک میره رو صفحه 20. و اگه بیام تو صفحه 21 بنویسم 21، صفحه میره رو 21. یعنی من توی هر صفحه‌ای اصلا الان میرم رو صفحه 19 می‌نویسم اینجا صفحه 19، یه سند برای من درست میکنه که صفحه 19. پس چی شد؟ من توی هر کدوم از این 160 صفحه این کتاب که هر کاری بکنم وقتی این روشن هست میتونه بره توی اون صفحه و تغییر رو انجام بده. یکی از چیزهای خیلی باحالش اینه که میتونیم ما دستنویس بنویسیم و اون تبدیل به فونت بکنه. 170 تا زبان دنیا رو هم ساپورت میکنه، من جمله فارسی. چجوری؟ اینجوری. توی صفحه میرم و شروع میکنم به نوشتن مطلب. مینویسم مثلا قلممو ضخیم کنم که دیده بشه. مینویسم که درسته، بله. با آب مینویسم. خوشخطی توی این خیلی مهمه. من شاید الان بد نوشتم، یه خود مسلط نیست. ببینیم چجوری میفهمه. توی این 3 نقطه میزنم. قسمت اول که ترجمه است و بازنویسیه. خب توی اینجا الان به صورت چینی پیش فرضه. وقتی اینو باز بکنم فارسی رو من نصب کردم. میتونید شما زبانهای دیگه دنیا رو هم توی اینجا ببینید و میتونید نصب کنید. بذارید اینجا دانلود بشه و نصب میشه. من قبلا فارسی رو زدم و اینجا دانلود شده و تیکش خورده. خب این الان عوض میکنمش فارسی و باید این متن منو بفهمه. بینهایت نامه سرما بینهایت نامه که کنم باز. خب ای رو خوب ننوشتم چون الفش شاید کوتاه بوده. پس خط خوش خطی براش خیلی مهمه. حالا من در کنار یه انگلیسی هم می‌نویسم. خب حالا انگلیسی هم نوشتم، ببینم این دریم آف گادو که این شکلی نوشتم اینجا چجوری میفهمه. دوباره این رو بزنم به صورت پیش‌فرض روی چینیه. اینو باز میکنم میزنم فارسی من رو قاعدتا باید بفهمه. این دریم آف گاد انگلیسی مونم پیش‌فرض که انگلیسیش کار میکنه این رو هم میشناسه. میخوام با تبلت بنویسم. نوک قلمو در میارم از جوهری به نوک پلاستیکی میذارم سرش. خب حالا یه وقتی میتونیم سندهای تک برگ درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی من اگه اینجوری بزنم، اینو بزنم سند تک برگ و فینیش. خب اینجا همون امکاناتی که پایین داشتیم رو گفتیم این صفحه این هم داره. با این تفاوت که من دیگه صفحه به صفحه نیستم. من میخوام روی این بنویسم. با آبی قلم ضخیم یه نمودار میکشم. خب حالا من میتونم از این سندی که ایجاد کردم میتونم اینو یادداشت براش بذارم، پاکش کنم یا شیرش کنم. میتونم اینو شیرش کنم. مثلا میگم توی واتساپ برای من اینو بفرست و برام به صورت یه فایل توی واتساپ میفرسته. در مجموع محصول باحالی بود واسه کسایی که میخوان هم مدرنی‌تر داشته باشن، هم سنت رو هم یادداشت کنن، هم دیجیتال رو. ولی تو این دور زمانی که سند نگه داشتن و خاصه حفظ اینجور چیزا میتونه موضوعیت داشته باشه و ارسال و شیر کردن و اینا، فکر میکنم ابزار بسیار کاربردیه. ممنون که با ما همراه بودید. اینجا کانال یاسر خسرو، ما رو فالو کنید، به دیگران هم ما رو معرفی کنید. مخلصیم.